یک تحقیق در تاجیکستان نشان داده است که احتمال دارد به سبب جنگ در اوکراین و همین گونه بالا رفتن نرخ‌ها تعداد مردمی که در تاجیکستان به قدر کافی مواد غذایی نمی‌یابند و محتاج کمک می‌شوند به بیش از 800,000 نفر خواهد رسید. بر اساس این تحقیق شماره آنهایی که دیگر به سختی خانواده خود را با نان تامین می‌کنند به 3 میلیون نفر برابر می‌شود. همکارم میرزانبی خالقزاد این تحقیق سازمان جهانی آذوقه را ورق زد و همین حالا در استودیو در بر من است. درود بر شما. خب اول جزئیات این سند را میگفتید که اساساً پیامدهای جنگ برای اقتصاد و امنیت غذایی در تاجیکستان تصویر شده است. بله شالا درست قید کردید. در تحقیق آمده است از بس که تاجیکستان یک شریک اساسی اقتصادی روسیه است و داد و گرفت زیاد با آن دارد و هم روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک می باشد. هر تأثیر منفی که به اقتصاد روسیه پیش می آید در تاجیکستان هم پیامد خواهد داشت. مؤلفان نوشتند که اقتصاد تاجیکستان که در عهد کووید هم رنج کشیده بود حالا به سبب تحریم های ضد روسیه عذاب می کشد. نرخ مواد غذایی بالا رفته است، انتقال پول هم از روسیه کم می شود، ارزش پول ملی پایین می آید. مشاهده نرخ‌ها نشان داده است که ماه مارت در مقایسه با ماه فوریه ارد 15%، قند 16% و روغن 6% قیمت شدند. بهای بنزین و سالارکه از 19 تا 21% بالا رفته است که آن خود به خود سبب افزایش قیمت تمام مال و مواد غذایی شده است. بله در کشور. خب تحقیقات در رابطه با تاثیر این روند و بالاروی قیمت‌ها به زندگی مردم در تاجیکستان چیزی میگوید؟ ببینید سازمان جهانی آذوقه‌واری میگوید که ماه آگوست سال گذشته مسئله دسترسی و احتیاج عائله‌های تاجیک به خوردنی‌ها تحقیق کرد و معلوم شد که 32% عائله‌ها در تاجیکستان 65% درآمد خود را برای غذا صرف می‌کنند. درآمد این عائله‌ها نیز به پول مهاجران وابستگی دارد که شاید به سبب تحریمات بر ضد روسیه کمتر شود، چون اولین کسانی که به گفته محققان در صورت دشواری در کارخانه در روسیه بیکار میمانند مهاجران از آسیا مرکزی و از جمله تاجیکان هستند. سازمان جهانی آذوقه‌واری میگوید که در تاجیکستان تا حال 40,000 نفر از جهت تامین خود با خوراک و خوردنی‌ها سخت عذاب میکشند و ممکن است به سبب جنگ اوکراین و بالاروی نرخ شمار آنها به بیشتر از 800,000 نفر رسد. به گفته این سازمان این طبقه اهالی بدون شک و کمک‌های بشری احتیاج پیدا می‌کنند. علاوه بر این تعداد آنهایی که امنیت غذایی خوب ندارند از 2 میلیون نفری حاضر به مرز تقریبا 3 میلیون نفر میرسد. در این صورت به گفته سازمان ملل مردم در تاجیکستان مجبور میشوند از طبابت و خریدن کتاب دست کشند و مواد خوردنی بخرند. این است تحقیقات این سازمان. خب تشکر فهموش و دوستان عزیز. همکارم میرزانبی خالقزاد بود که درباره یک تحقیق دایر به تاثیر جنگ اوکراین به امنیت غذایی در تاجیکستان صحبت می‌کرد.